ادب خدمت همه عزیزان، خواننده های گرامی، دانش آموزان عزیز و همکاران دلسوز و فعال در عرصه تعلیم و تربیت. آیا شما فارغ از صنوف ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم هستید؟ آیا ترس از این دارید که با مسئولیت چند ساله مکاتب عمر شما بلند برود و از اهداف خویش دور شوید؟ آیا آمادگی برای جبران سالهای عقب مانده دروس خویش را دارید؟ آیا می‌خواهید بازپری کردن امتحان سویه دروس خویش را ادامه دهید؟ پس امروز با یک پیام مهم، امیدبخش و سرنوشت‌ساز در خدمت شما هستیم. پیامی که می‌تواند زندگی هزاران دختر محروم از آموزش را تغییر دهد و دروازه نو بر روی آیندهشان باز کند. موضوع امروز ما آغاز ثبت نام در امتحان تعیین سطح یعنی سویه برای صنوف هفتم الی 11 در مکتب بین‌المللی آنلاین دختران افغانستان است. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که آموزش نه تنها یک نیاز است بلکه یک حق اساسی بشری است. اما متاسفانه در کشور ما هزاران دختر به دلیل شرایط ناگوار اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی از این حق محروم ماندند. اینجا وظیفه انسانی، وجدانی و ملی ما ایجاب می‌کند که سکوت نکنیم و راه‌هایی بسازیم تا آنچه گرفته شده دوباره بازگردد. مکتب بین‌المللی آنلاین دختران افغانستان با همین انگیزه و با روحیه عدالت آموزشی برای دختران عزیز افغانستان که از تعلیم باز مانده‌اند یک فرصت طلایی ایجاد کرده است. برگزاری امتحان تعیین سطح یعنی سویه به هدف تعیین جایگاه تعلیمی واقعی دانش آموزان و کمک به دریافت مدرک رسمی و بین‌المللی. اجازه دهید در مورد این روند بیشتر توضیح دهم. هدف از این امتحان چیست؟ هدف ما فقط ارزیابی نیست، هدف احیای امید هاست. بسیاری از دختران از صنف‌ها عقب ماندند اما توانایی دارند. با این امتحان سطح علمی آنان سنجیده می شود تا بتوانند مطابق توانشان در صنف بالاتر شامل گردند، آموزش را ادامه دهند و مدرک معتبر دریافت کنند. روش‌های ثبت نام چگونه خواهد بود؟ ما برای راحتی و شمولیت بیشتر دو مسیر متفاوت را برای ثبت نام طراحی کردیم. مسیر اول که در نظر گرفتیم ثبت نام مستقیم برای شاگردانی که به مراکز دسترسی ندارند. دخترانی که از آموزش محروم هستند و به مکاتب فیزیکی یا مراکز آموزشی دسترسی ندارند می توانند به صورت مستقل از طریق لینک ثبت نام در وبسایت ما یا با همکاری نزدیکان فرم آنلاین پر کرده و شامل پروسه شوند. مسیر دومی که در نظر گرفتیم ثبت نام از طریق مراکز یا مکاتب است. اگر شما یک معلم، مدیر مکتب، یک مسئول یک مرکز آموزشی هستید می توانید شاگردان مستعد و محروم خود را به صورت گروهی ثبت نام کنید. در این صورت هر شاگرد که از طریق مرکز معرفی می شود دیگر نیازی به ثبت نام انفرادی نخواهد داشت. این روش مخصوصا برای مناطق مناسب است که چندین دختر به شکل گروهی آموزش می بیند. آغاز پروسه ثبت نام در امتحان تعیین سطح. ثبت نام در امتحان تعیین سطح یعنی امتحان سویه به تاریخ 15 ماه جوزای سال 1404 هجری شمسی مطابق با ماه جون 2025 میلادی آغاز گردیده و الی تاریخ 30 ماه سرطان سال 1404 هجری شمسی ادامه خواهد داشت. محتوای امتحان چیست؟ تعیین سطح که صنوف هفتم الی 11 را در بر میگیرد مضامین شامل است که به صورت اساسی توانایی علمی شاگردان را بررسی میکند و شامل موارد میباشد. مضامین صنوف هفتم، هشتم و نهم. بخش زبان و ادبیات شامل دری، پشتو، انگلیسی و عربی. بخش علوم ساینسی شامل ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی. بخش علوم دینی شامل تعلیمات اسلامی. بخش علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا و تعلیمات مدنی میباشد. مضامین صنف دهم بخش زبان و ادبیات شامل دری، پشتو و انگلیسی. بخش علوم ساینسی شامل ریاضی، فیزیک، کیمیا، جیولوژی و بیولوژی. بخش علوم دینی شامل تفسیر و تعلیمات اسلامی. بخش علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا و تعلیمات مدنی. مضامین صنف 11. بخش زبان و ادبیات شامل دری، پشتو و انگلیسی. بخش علوم ساینسی شامل ریاضیات، فیزیک، کیمیا و بیولوژی. بخش علوم دینی شامل تفسیر و تعلیمات اسلامی. بخش علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا و تعلیمات مدنی می باشد. ما سعی کرده ایم سوالات را طوری طراحی کنیم که ساده، قابل فهم و منطبق با سطح دانش آموزان باشد تا بتواند در یک روز امتحان خویش را به صورت منظم و موفقانه سپری کند.
بعد از امتحان چی می شود؟ پس از ارزیابی نتایج هر شاگرد در صنف بالاتر شامل خواهد شد و برنامه آموزشی مخصوص آن صنف را دریافت می کند. پس از تکمیل دوره تعلیمی شهادتنامه بین‌المللی آنلاین معتبر به آنان داده خواهد شد. این مدرک می تواند زمینه ورود آنان را به مؤسسات تحصیلات عالی، برنامه‌های آموزشی خارجی، بورسیه‌ها و حتی فرصت‌های شغلی باز کند. چرا این برنامه اهمیت دارد؟ در شرایط فعلی که آموزش دختران در افغانستان با محدودیت‌ها روبروست، چنین برنامه یک راه نجات، یک چراغ امید و یک قدم موثر برای توانمندسازی نسل آینده دختران است. ما نمیتوانیم منتظر باشیم که شرایط تغییر کند. ما باید خود تغییر را آغاز کنیم. و در پایان از همه خانواده‌ها، فعالان تعلیم و تربیت، سازمان‌های جامعه بدنی و افراد خیرخواه تقاضا داریم که در نشر این اطلاعات، تشویق دختران، همکاری در ثبت نام و حمایت معنوی و روانی که از متعلمان ما سهم می‌گیرد. بیایید با هم آینده متفاوت برای دختران بسازیم. هر فرم ثبت نامی که پر می شود، هر امتحانی که سپری می شود و هر درسی که آموخته می شود، گامی است در راه عدالت، توسعه، روشنی. منتظر اطلاعات بیشتر در زمینه آغاز و روند امتحان باشید. با سپاس از همراهیتان و به امید فردای بهتر برای همه دختران سرزمینمان. مکتب بین‌المللی آنلاین دختران افغانستان. آموزش، نوآوری، موفقیت.